سلام بیننده عزیز، خوش آمدید به برنامه جواب و تحفه. در گوش و چشم است ولی در دهان نیست. احترام. موی. موی است دیگه. حالا کلاه است. سلام بیننده عزیز، خوش آمدید به برنامه جواب و تحفه. ما را از چینل یوتیوب وقت میدیا تماشا می نماید. امیدوار هستم که خوشتان بیاید از برنامه ما. ما چند سوال داریم از هموطنان ما. اگر جواب داده تانستن از طرف برنامه ما برایشون تحفه داده میشه. اگر جواب داده نتانستن اونا باید برای ما یا یک شعر بخونه یا هم یک فکایی بگوید. سلام برادر محترم، خوب هستی؟ سعادت خوب است؟ میشه خود برای ما معرفی کنید؟ نام مشال است. فضلی تخلص میکنم. شهروند کابل است. بسیار خوب برادر محترم، ما یک برنامه داریم. اگر سوال ذهنی است، اگر جواب داده تانستین ما برایتان از طرف برنامه یک تحفه داده میشه. اگر جواب داده نتانستین شما باید برای ما یک شعر بخونین یا هم یک فکایی بگوین. شعر خو مشکل نیست. خلو سوال تن سخت است یا آسان؟ سوال ها بسیار ساده است، بسیار آسان است. سوال ما است برادر محترم که آن چیز که در گوش و چشم است اما در دهان نیست. والا بیادر بسیار یک سوال مشکل کردی. بسیار ساده است برادر، کم فکر کو جواب داده میتونی. او نیست. نه خیر. موی نیست. موی. نه خیر، موی هم نیست برادر. در گوش چشم. شین است. شین. بله حرف شین است. این برادر محترمی هم از طرف برنامه ما یک تحفه برای امیدوار هستم که خوش باشین. برادر محترم، ما سوال ذهنی داریم. اگر جواب داده تا نیستین 3 چانس دارین. اگر جواب داده تا نیستین ما براتون یک کتابچه یک قلم تحفه میدیم. اگر جواب داده نتونستین شما باید برای ما یک شعر بگین یا یک فکایی بگین. صحیح؟ مشکل نیست. برادر سوال ما این است که در گوش و چشم است ولی در دهان نیست. موی. نه خیر، موی نیست برادر. یک چانس تعزیز دادی، 2 چانس دیگه داد. نزدیک شدیم یا نه؟ نه نزدیک نشدی. جواب سوالم در خود سوال نشد. نمیشه. خیر یا برای من یک فکایی بگو. آنچنان بوی خوشی داری که وقتی سر میزند لاهور کابل می شود، پاریس تهران می شود. بسیار عالی، بسیار عالی. تشکر برادر محترم که وقت گرانبهای به ما دادین. سلام برادر محترم، خوب هستی؟ صحت خوب است؟ برادر محترم میشه خود معرفی کنین؟ سلام علیکم برادر، روزتان بخیر. امید هستم باشنده شهر کابل. خدا کنه صحتتون خوب باشه. بسیار تشکر برادر محترم. ما یک سوال داشتیم، اگر جواب داده تونستین ما براتون از طرف برنامه یک تحفه است براتون میتیم. اگر جواب داده نتونستین شما باید برای ما یا یک شعر بگین یا یک فکایی بگین. چرا نه برادر؟ حتما. برادر محترم، او چی است که در گوش و چشم است ولی در دهان نیست؟ در گوش چشم است ولی در دهان نیست. حرف است دیگه. نه خیر. نه خیر. نه دمو جواب اول نزدیکش کردی خود نفهمیدی. در گوش چشم است ولی در دهان نیست. بسیار ساده است، بسیار ساده. همین سوال تو نکشنج کنی چی تو؟ درست سوال چی میکنم. خیلی او چی است که اگر ببینی بعدت میایه و اگر بگیری استفاده نمیکنی و اگر بپوشی دیده نمیتونیش. کفن. بسیار تشکر، جوابتون درست است. تشکر برادر. بسیار تشکر که وقتتان برای ما دادین. برادر محترم، ما یک سوال ذهنی داریم. اگر جواب داده تانستین ما برایتان از طرف برنامه یک تحفه میتیم. اگر جواب داده نتانستین شما باید برای ما یک شعر بگوین یا هم یک فکایی بگوین. درست است، کوش خدا میکنه. آن چی است که مربوط تو میشه، از تو است ولی دیگر ازش استفاده میکنن؟ عقل است. خیر، از عقل خودت استفاده میکنی. آن چی است که از تو است ولی دیگر ازش استفاده میکنن، مربوط تو میشه. چی است که دیگران احترام.
نه خیر، احترام خود برنگرد. بسیار ساده است. 3 چانس. مهربانی دوستی. نه خیر برادر، 3 چانس از دست دادی. حالا برای ما یک شعر بگو یا یک فکویی. درست است، یک شعری از یک کوتاه مولانا را براتون میگم. صحبت مرد خدا مردت کند، صحبت هر ناسزا سردت کند. هم نشین تو از تو به باید، تا تو را دین و عقل بیفزاید. بسیار عالی، بسیار عالی، بسیار تشکر از اینکه وقتتون برای ما دادین. سلام برادر محترم، میشه خدا معرفی کنین؟ علیکم سلام، سمیولا هستم از تخار. ولایت تخار هستم. فعلا دیگه بودباش قبله شوری نو. بسیار خوب برادر محترم، ما یک سوال داریم. اگه جواب داده تونستین 3 چانس دارین، ما برایتون از طرف برنامه یک تحفه میدیم. اگه جواب داده نتونستین، شما باید برای ما یک شعر بگین یا یک فکایی بگین. برادر محترم، سوال ما این است که آن چی است اگر ببینی بعدت میاد، اگر بگیری استفاده نمیکنی و اگر بپوشیش نمیبینیش، چی است؟ حالا خیلی سوال سخت نکردی؟ بسیار سوال ساده است. حالا کالا نیست؟ نه خیر. کالا را خوب میبینی. کفن. جواب درست است. بسیار تشکر. این هم تحفه ما از طرف برنامه. بسیار تشکر که وقت گرانبهایتان ما گذاشتید. بیننده های عزیز، تشکر که با ما همراه بودید. این بود برنامه امروزی ما. تا برنامه بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. خدا حافظتون.